یک بار برای همیشه استفاده درست از رنگ ها رو یاد بگیر. سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. اومدم که داخل این ویدیو به صورت کامل با چرخه رنگ آشنات کنم و یادت بدم چطوری باید از رنگ ها درست و بجا استفاده بکنی. بچه سر تا سر زندگی ما رو رنگ ها تشکیل دادن. از لباسی که میپوشیم، دکوراسیون خونمون، حتی داخل اینستاگرام پستا و اسلایدایی که میذاریم اگه رنگ خوبی نداشته باشه اصلا دلنشین نیست و در نهایت بازخورد خوبی هم از طرف مخاطبینتون نمیگیری. بریم سراغ یادگیری هارمونی رنگ ها. مطمئنم حتی یک بار هم که شده همتون این چرخه رنگ رو دیدی. بریم ببینیم اصلا قضیه این چرخه رنگ چیه. این چرخه رنگ رو ممکنه در برنامه‌های گرافیکی یا ادیت ویدیو هم دیده باشی. حالا به مدل‌های مختلف، ولی در نهایت همشون یکی هستن. در مرکز این چرخه رنگ ما 3 تا رنگ می‌بینیم: رنگ زرد، آبی و قرمز که 3 رنگ اصلی ما هستن. حالا هر چقدر که به اطراف این چرخه نزدیک میشیم رنگ ها تغییر میکنه. این تغییر رنگ ها بر چه اساسیه؟ اون 3 رنگ اصلی که وسط هست میان با هم ترکیب میشن و طیف های مختلف رنگی رو به وجود میارن. به طور مثال ببینید این 3 رنگ اصلی ماست. رنگ زرد و قرمز زمانی که میاد با هم ترکیب میشه رنگ نارنجی رو به وجود میاره. از این سمت هم همینطور، زمانی که رنگ زرد با آبی ترکیب میشه رنگ سبز رو به وجود میاره. پایین هم زمانی که رنگ آبی و قرمز ترکیب میشه رنگ بنفش رو به وجود میاره. به این 3 رنگ جدیدی که به وجود اومده بهش میگن رنگ‌های ثانویه. حالا بذارید اینو پاک کنم. رنگ‌هایی که اطراف چرخه رنگمون هست چطوری به وجود اومده؟ از ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ ثانویه این طیف رنگی که در اطراف میبینید به وجود اومده که من الان دارم روش خط میکشم. حالا با استفاده از این چرخه رنگ شما باید بیاین رنگ ها رو انتخاب کنید که اون هم اصول خودش رو داره که در ادامه بهش میپردازیم. این تصویرم باز همین ترکیب رنگ های اصلی رو نشون میده که چطوری رنگ های ثانویه رو به وجود میارن. خب بچه اگر که وسط چرخه رنگمون رو یه خط بکشیم به 2 بخش تقسیم میشه. سمت راست رنگ‌های سرد هستن و سمت چپ رنگ‌های گرم. رنگ سرد مثل رنگ آبی، مثل رنگ بنفش و رنگ‌های گرم مثل رنگ‌هایی که ما توی پاییز خیلی میبینیم، رنگ نارنجی، زرد، قرمز. رنگ‌هایی که گرم هستن معمولاً انرژی خیلی بالایی دارن، برای همین در بسته‌بندی محصولات خیلی استفاده میشه که در ادامه من روانشناسی رنگ‌ها رو هم بهتون توضیح میدم که از چه رنگی کجا باید استفاده کنیم. خب میرسیم به هارمونی رنگ. نحوه ترکیب رنگ‌ها با همدیگر رو میگن هارمونی. حالا ما انواع هارمونی رنگی داریم. مثلا زمانی که میایم در چرخه رنگ 2 تا رنگ رو مقابل هم انتخاب میکنیم در واقع میگیم این 2 رنگ مکمل هم دیگه هستن. فرقی نمیکنه از کجای چرخه ما بخوایم این رنگ رو انتخاب بکنیم. مثلا فکر کنید من این 2 تا رو روبروی هم هستن انتخاب میکنم. این 2 تا رنگ های مکمل هم هستن، نسبتشون با همدیگه رنگ مکمله. همچنین اینها، اینا و اینا. کلا در چرخه رنگ وقتی 2 رنگی که روبروی هم دقیقاً قرار گرفتن رو انتخاب میکنیم در واقع بهش میگن هارمونی رنگ‌های مکمل. حالا زمانی که میایم 3 تا رنگی که در کنار هم قرار دارن رو انتخاب میکنیم به این هارمونی میگن هارمونی رنگ‌های مشابه که خیلی هم نزدیک به هم هستن. مثل این تصویری که اینجا میبینید. فرقی نمیکنه چه رنگ. مثلا فرض کنید من این سبز رو انتخاب کردم. اگر که بخوام از هارمونی رنگ‌های مشابه استفاده بکنم در واقع باید این 2 رنگ کنارش رو هم انتخاب بکنم و حالا بیام در طراحیم استفادهش بکنم. نوع دیگه ای از هارمونی رنگ داریم به نام رنگ‌های مثلثی که داخل چرخه رنگ میایم یک مثلث مرکزش میکشیم
رنگ هایی که در رأس مثلث قرار داره رو انتخاب میکنیم که بهش میگن هارمونی رنگ مثلثی. نوع بعدی هم تقریبا مثلثیه ولی مثلثی متساوی الساقینه که به این شکل انتخابش میکنیم. پرطرفدارترین هارمونی رنگ مکمل هست که من اینجا براتون تیک زدم که در واقع میایم رنگ های روبروی هم رو انتخاب میکنیم. مبحث هارمونی رنگ قطعا خیلی گسترده تر از این هاست، اما من سعی میکنم که نکات مهم رو بهتون بگم تا شما بدونید انتخاب رنگ سلیقه‌ای نیست، بر اساس هارمونی رنگ باید انتخاب بشه. اگر که از این ویدیو استقبالتون خوب باشه، من قطعا در آینده ویدیوهای کاملتری راجع به رنگ میسازم. همین الان ازتون میخوام به هم بگین این نوع هارمونی رنگی که داخل تصویر میبینید جزء کدوم یک از این هارمونیایی که من تو اسلاید قبل بهتون توضیح دادم. بله درسته، هارمونی رنگ‌های مشابه که ما می اومدیم 3 تا رنگ رو در کنار هم انتخاب می‌کردیم. حالا بچه‌ها ببینید هر رنگی یک معنایی داره. ما با توجه به کسب و کارمون باید رنگ مناسب رو انتخاب بکنیم. رنگ‌ها نه تنها در کسب و کار ما بلکه در کل زندگی ما تأثیر گذارن. مثلا رنگ‌هایی که ما برای یه مراسم شادی، مراسم عروسی برای لباسمون انتخاب میکنیم خیلی فرق داره با رنگ‌هایی که برای مراسم ختم استفاده میکنیم. پس معنای رنگ‌ها رو باید خیلی جدی بگیرید و درست استفادهشون کنید. همطور که داخل این تصویر میبینید معنای هر رنگ نوشته شده. حالا من میخوام چند تا مثال براتون بزنم. برای حوزه هایی که پزشکیان، آموزشیان و یه خورده جدی ترن بهتره که از یک رنگ سرد مثل رنگ آبی استفاده بشه. پزشکی، دندون پزشکی فرقی نمیکنه. یا برای حوزه هایی که آموزش ورزش، بدنسازی یا وسایل ورزشی میفروشن و یا حتی مکمل های ورزشی بهتره که از رنگ قرمز استفاده بشه. چرا؟ چون رنگ قرمز یک رنگ فعال، پرشوره، هیجان انگیزه و کاملا مطابق با اون کانسپت کسب و کارتون هست. حالا اگر کار شما و خدماتتون طوریه که مربوط به خانم هاست، مثل لوازم آرایش، پاکسازی پوست، کلینیک زیبایی، کاشت مو، بهتره که از یک رنگ ملایم که مناسب روحیات خانم ها باشه استفاده بکنید، مثل رنگ صورتی یا بنفش. برای حوزه هایی که خدمات هستن، حوزه های دیجیتال، شرکت هایی که حالا مربوط به تولید محتوا و ادیت هستن، بهتره که از رنگ بنفش استفاده بشه، چون رنگ بنفش نشان دهنده خلاقیته و بسیار مناسب برای این کسب و کار هست. بچه این مثال هایی که زدم به این معنی نیست که این رنگ رو حتما باید در این حوزه کاری استفاده بکنید. نه، هر رنگ همینطور که میبینید معانی مختلفی داره که شما با توجه به اون کانسپت و شعاری که برای کسب و کارتون دارین باید بیاید با ویژگی رنگ ها تطابقش بدین و استفادهش بکنید. نیازی هم نیست که یکی بیاد به شما بگه از چه رنگی باید استفاده بکنید. شما زمانی که برید معانی هر رنگ رو و روانشناسی هر رنگ رو بخونید کاملا متوجه میشید که برای کسب و کارتون باید از چه رنگی استفاده بکنید. اما اگر باز هم مشکل داشتین تو این مورد، زیر همین پست واسم کامنت بذارین، حوزه کاریتون رو به هم بگین که من بگم چه رنگی مناسب حوزه کاریتون هست. من سعی کردم داخل این ویدیو به صورت خلاصه و مفید با چرخه رنگ آشناتون کنم، بهتون بگم که چطوری از هارمونی رنگ استفاده بکنید. همچنین روانشناسی هر رنگ رو بهتون بگم تا رنگ درست رو در پیجتون به کار ببرین. حتما به کانال یوتیوب من سر بزنید. مطالبی که داخل کانال یوتیوب منتشر میکنم نه داخل کانال تلگرام و نه داخل پیج به هیچ عنوان آپلود نمیشن، چون فقط مخصوص کسانیه که داخل یوتیوب مطالب منو دنبال میکنن. فعلا خدا نگهدارتون.